من 19 سال زندگیم درس خوندم. من یادم توی آب دستشوی باز کردم مثلا همون کنم، آبش سرد بود چون توی مدرسه زندگی میکردم، آب یخ بود، همون سرد بود. من اصلا به خودم گفتم چی کار کردم، چرا اینجا اومدم؟ بعد به دوستانم حرف میزنم لس آنجلس، گفتم برایان چطوری؟ گفتم خوب. آره ما پارتی داریم میریم، بعد داریم میریم افتر پارتی، بعد یه افتر پارتی بخواستم برم. من گفتم مال باش، ما اینجا این دارم همون تو یخ تو نیویورک که هوا سرده دارم همون میکنم که 4 صبح پشم نمازمو بخونم، درسمو بخونم و بتونم 3 سال این کار رو ادامه بدم. الان همون دوستانی که داشتن اون موقع افتر پارتی میرفتن الان دارن رزومه‌شون رو برام میفرستن که من تو شرکت‌های من کار کنم و استخدام بشم. شما باید برای خودتون یه وقت تعیین کنین و ثروت و موفقیت برایتون باید مثل هوا باشه. باید یعنی انقدر ثروت رو بخواین، انقدر موفقیتتون بخواین که انقدر مثلا کسی به هوا نتونی نفس بکشین. وقتی به اون مرحله رسیدین که انقدر براتون موفقیت و ثروت مهمه، اون موقع من بهتون میگم که واقعا شما یه آدم موفق خواهید شد.